آقا اینجا خیلی خفن بود. من یه دقیقه زدم بغل یه فیلم بگیرم. کوهو نگاه کن. تو مسیر زدم بغل یه کافه. اون آقایی هم که دیروز اون پلاژو به من معرفی کرد همینو میگفتش که اینجا بیای باید قایق سوار شی. پس میریم که سوار شیم. این موتور و سگ و این دو نفر پیاده شدن. این ماشین هم داره میره. یه تراکتور هم باهاشونه. خیلی جالبه. حلالت باشه سلطان. سلطان حلالتون. ای والله. فریمون هم سوار شدیم. دوباره دریاچه. و اینجا ما در حال ورود به شهر داریان هستیم. شهر داریان از همینجا شروع میشه.